افشاری. در ادامه تمرینات بداهه نوازی ساده تو این ویدیو با هم دیگه بخشی از افشاری رو میزنیم، از آواز افشاری، از قسمت آوازیش، که این قسمت آوازی منظور این هست که برای بچه‌ها که اولین بار هست ویدیو رو ببینن که این دسته از ویدیوها مخصوص اون دسته از عزیزانی هست که ردیف‌های استاد صبا رو زدن، این اون آوازا کار کردن و حالا با هم دیگه شروع می‌کنیم بداهه نوازی‌های خیلی ساده، تکنیک‌های خیلی ساده کار می‌کنیم. کوکمون میتونه ر لا ر سل باشه، میتونه می لا ر سل باشه. حالا برای بچه‌ای که تازه کار کردن که کوک‌های مختلف نزدن، همین می لا ر سل کار میکنیم. می قرآن میگیریم، از سل شروع میکنیم، سل ر ر می ر می قرآن، سل ر ر میره میره میره، هر میره با یاشه، میره میره دو فا میره، اینجا می بکار دو فا میره، ر می کلا میره میره دو سی و سی و سی، میشه سول سی لا دو سی ر دو می ر فا می سول فا سول فا سول می فا می فا ر می قرآن ر می دو ر. از ر سیم دوم ر ر ر سول ر می ر سول ر می ر می ر دو سی لا سول لا سی دو ر می ر دو سی لا سول لا سی دو ر می ر سی قرآن دو ر دو سی لا سی سول فا می فا می ره. و اینکه حتما عرض میکنم که ویدیوهای بعدی یا قبلی رو ببینین، چون الان که ممکنه ایست کنیم رو افشاری ایست نکنیم، ولی تو ویدیوهای بعدی ادامه همین هست که خواهد به افشاری برگردیم. سول فا می فا می ره، فا می فا فا می ره می ره دو سی دو ره، ر ر دو سی لا سی لا دو سی لا سول، میشه می فا سول فا سول فا می سول فا سول فا می. تعدادش دست خودمونه. حالا فا می فا می ره فا می فا می ره فا می فا می ره، این هم تعدادش دست خودمون. میره میره دو میره میره دو میره میره دو، تعدادش دست خودمون. حالا پشت سر هم سول فا سول فا می سول فا سول فا می فا می فا می ره فا میره میره دو میره میره دو ره ره می ره دو سی لا سول ره می ره دو سی لا سول سول لا سی دو ره می ره سول فا فا می ره ره دو ره سول ره. تو همه ویدیو عرض کردم، تو این ویدیو و ویدیوهای بعدی هم خواهم گفت، هدف از تولید این ویدیوها خدمت و کمک کوچکی هست به اون دسته از عزیزانی که دسترسی به معلم و کلاس ندارن. خدای نکرده هیچ وقت هیچ گونه ادعایی پشت هیچ کدوم از این ویدیوها وجود نداره. اگر که سوالی ایرادی بود با شماره تلفن اول ویدیو یا موبایل خودم 912 218 61 97 تماس بگیرید. با کمال میل در خدمت شما خواهم بود.